دوستان، من رادین 369 هستم. خیلی خوش اومده به یه ویدیو جدید از من. آقا امروز اومدیم این فوتبال خط کشیه رو بریم. آقا اومدم یه سری خفن از این بازی براتون شروع کنم و اومدم براتون خیلی ویدیو بزنم. دوستتون دارم، عشق منین. بزن بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب آقا من تمرینیشم نرم. حالا بریم تمرینیشو با هم دیگه بازی کنیم. راحته. پاس میدی اینجا، دروازه خالی. کردم توپ رفت بیرون. شانس آوردم و توپ میرفت بیرون، آبروم میرفت. خب کیو انتخاب کنم؟ این داره روپایی میزنه. نه این چرا شبیه مارکینیوشه؟ نه برش نمیدارم. این کیه؟ نه آقا اینم بر نمیدارم. اینو نمیخوام. این خوبه. خب کشور آقا کو؟ ایران میخوام. آها ایران. خب بریم سراغ تمرینی. سانتو بلند روی دروازه، هدش و توی دروازه. چه گلی زدم واقعا. خب چه باحاله آجی. یه قیچی برگردون، ضربه خطرناک توی دروازه. و این مرحله هم تموم کردیم. خب بریم سراغ لول 4. یه پاس عمقی، اونقدرم که فکر کنی عمقی نبود، ولی خب یه چرخش، دوباره پاس، حرکت انفراد. کنجو باش داداش، کنجو ببین. خوشگل زدم خدا وکیلی. خب بریم سراغ مرحله 5. سانتو بلند توی دروازه. خب بریم سراغ مرحله 6. خب آقا بریم سراغ مرحله بعدی. یه ضربه خوشگل آجی. روبرتو کارلوسی زدم. نگاه حرکتش هم مثل روبرتو کارلوس بود. خب یه پاس عمقی هم آجی. دروازه‌بان حالش خوب نیست، هر مرحله میاد جلو. نمیدونم چی شده، بدبخت ناامید شده، افسرده شده. خب اولین بازی رسمی. یه پاس عالی. واسه ببینم میتونم گلش کنم. اوف چی میزنه. یه ضربه پنالتی. اول استقلال. خب مربی هم انگار مورینیوه، اشکال نداره. خب دورتموند میری یا آمستردام؟ چون آقا تازه اول راهیم، میریم تیم ضعیفتر. میریم آمستردام قویه یا ضعیفه؟ شماره چند رو بگیرم؟ شماره 19 رو من دوست دارم. 19 خوبه. خب اسم خودم میزنم دیگه، رادین. خب بزن بریم. به بازیکن آمستردام وارد بازی میشه. بنازم یعنی عشق. به بازی رسمیمون، اون بازی رسمی تمرینی بود، این الان بازی رسمی. درسته میزنه، ستاره هم میگیره با گلش. یا علی کمرت نشکنه داشت. لول کامپلیت. جلو روتردام رو بردیم. بریم سراغ بازی بعدی. یه حرکت همه رو دیری میکنه. انکار مسی گل. چه حرکتی زد، دیدی؟ تو واقعیت نمیتونم بزنم، ولی تو بازی خوشگل میزنم. یه ضربه و دروازه‌بان انگار قبل بازی یه چیزی خورده و اصلا نمیتونه تو پا رو بگیره. مرحله 10 هم کامپلیتش کردیم. خب اینا چیه؟ فول چیه این؟ چیه؟ معذرت میخوام. آها مومو میتونم انتخاب. همین خوشگله. سیبیل نه. موهامو چه رنگ میکنم؟ موهامو آبی بکنم. آبی خیلی خوشگله. آبی میکنیم موهامونو. خب یه کفش خوشگل که هنوز نداریم، دستکش هم نداریم، عینک هم نداریم، توپ هم نداریم، هیچی نداریم. آقا بریم بازی کنیم.
بازی کنیم. به ما این چیزا نیومده. آجی چه کاددار پاس دادم. یه پاس دیگه میزنه نه به اون گل خوردناش، نه به اینی که الان گرفت. اوه تیرگل توی دروازه. گل بی‌نظیر رو زدم ها. عشق کن. خب سیتارد مقابل آمستردام. خب چی شد؟ آجی از اینجا گل شه. چه کیفی میده آجی. از اونجا بزنی داخل دروازه. خب ضربه ایستگاهی میزن. داشت کله کشل تو میبری اون. جون مادره. داشت بیا بزن ضربه رو. فرصت میزنه ضربه رو توی دروازه. بازی میشه 2-0. بنازم. خب این تیم هم بردیم. بله میخوام برم تو تیم ملی ایران. شمارش اونجا هم بهم 19 بده دیگه. آره اونجا هم بهم 19 بده. وارد تیم ملی شدیم. دعوتمون کردن. بریم سراغ تمرین ترینینگ. خب بزن بریم ببینیم. اولی کاشته است که خوراکمه بابا. خوراکمه ها. یه ضربه دیگه بابا. اینا برای چیزی نیست مثلا. خب اولین بازی مقابل منگولیا. آقا این چیه؟ چه اسمیه؟ ول کن. خب پاس برای خودم. از همونجا ضربمو میزنم ولی نمیتونم. بسا نگاه میدم به این. پاس میدم به خودم. ضربمو میزنم و توی دروازه. توی دروازه. بچه توی هر ویدیو ما 20 مرحله میریم و من اون ویدیو رو براتون آپلود میکنم و ببینم اگه دوست داشتین اون ویدیو چی؟ اگه ببینم اون ویدیو رو دوست داشتین از اون ویدیو براتون بیشتر میذارم. پس حتما کانالم رو لایک، سابسکرایب و یه کامنت قلب بذارین که انرژی بگیرم. خب تو کیفه چیه؟ تو خدا. به کفش باز میشه. کفش زر. به تیپ هم نمیخوره ولی یه بازی میریم ببینیم خوششانسی میاره یا نه. خب یه توپش هم شبیه لباس ما. خب پاس برای بازیکن‌های ما. بایستا از همونجا. اوف چی میزنم حاجی. خدای خوشگل زدم. خدا وکیلی خوشگل زدم. خب بریم تمرین کنیم. خب الان چی میشه؟ نه فکر کنم اشتباه زدم. آها حرکت باش. یه پاس آنون به خودم دادم. چقدر خوشگل شد. خیلی خوشگل زدم. خب لول 17 کامپلیت کردیم. به مقابل تاجیکستان بازی داریم. یا ابوالفضل. ایران مقابل تاجیکستان. یه پاس درام. فرصت برای رادین توی دروازه رو باز میکنه و شادی هالند میره. ما معلوم نیست هالندیم رونالدویم چیم. یه بار شادی رونالدو رو میریم و یه بار شادی هالند رو میریم. معلوم نیست آقا. ای بزن دیگه. توی دروازه هم باز میشه. حالا شادی امباپه رو میره. منطقیه. مرحله هارد بود. خدا رو شکر بردیمشون. ما آمستردامیم. یه پاس درونگ برای خودم. رادین حرکت توی دروازه میگه پنالتی اول آمستردام. میگه این ور بزن. چشم بفرما. زدم همون وری که گفتی. بابا من شادی هالند رو رفتم، امباپه رو رفتم، رونالدو رو رفتم، محمد صلاح رو رفتم، جام گرفتیم خدا رو شکر. خب بریم برای مرحله آخر این ویدیو. نه حالا نمیخوام خود امتیاز بدم. خب ضربه ایستگاهی که خوراکمه. وای
چه ایستگاهی زدم. یکی دیگه بشود. این ورش خالیه ها. آجی چه گلی. این هم شادی رونالدو ولی حقشه چون شماره 10. خب بچه داخل کامنت ها بنویسید پرسپولیس یا استقلالی. نمیدونم چه ربطی داشت ولی خب. خب این ریشم نه ریشه برامون باز نشد و بریم به سیزن 2. او رفتیم ساحل. خب بریم تو تیم میتس آمستردام. من به تیمم خیانت نمی‌کنم و میرم همون آمستردام. شماره 66 رو بدین. 66 من خیلی دوست دارم. خب قرار دادم امضا. حاجی دیوید بکام نبود. خب بچه‌ها دوستتون دارم. بس دیگه برای این ویدیو، برای این پارت چی شد؟ آها جام گرفتیم. بس دیگه برای این پارت، این 20 مرحله. دوستتون دارم عشق منی. تا ویدیو بعدی اگه دوستان این ویدیو رو براتون بیشتر بذارم سابسکرایب فراموش نشه و با لایک کردن و کامنت گذاشتن به هم نشون بدین. دوستتون دارم تا ویدیو بعدی. فعلا بای بای.